سلام بچه، خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه از کانال من. فکر کنم اولین ویدیوی یوتیوب منه. بچه برو بریم که ویدیو رو داشته باشیم. لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. امروز قراره که بریم بتل رویال بازی کنیم. پس همین الان لایک و فالو یادتون نره. برو بریم که ویدیو رو داشته باشیم. بچه حتما کانال یوتیوبمون رو سابسکرایب کنید و کانال آپارتمون که اگه این ویدیو رو از کانال آپارت میبینید حتما فالو کنید تا به 10,000 تا برسیم و توی یوتیوب به 1,000 تا. دم همتون گرم. برو بریم که این ویدیو خیلی خفن رو داشته باشیم. لیتس گو. خب بچه برو بریم اولین مارکت که مپی که اومدیم. خب لنگویس فکر کنم. آره برو بریم ببینیم چی میشه. اولین تشتمون اسنایپر رو یه دونه تفنگ بعد واقعا نمیدونم چی بگم. برو بریم ببینیم چی میشه. خب اوه حاجی وای چرا من ندیدم اینو؟ وای فکر کردم یه دست باته. الان من چیکار کنم حاجی؟ فکر کنم شماره بنازم. خب آقا شماره 2 نجاتمون داد. من اومدم اینجا یه بات عزیز رو کشتم و یه کیل دریافت کردم. برو بریم. برادر هیچی نداشت، منم با یه کلت زدمش. خب برو بریم ببینیم چی کار میکنیم. خب بابا بنازم یه بات دیگه بچه. بابا نه بات نیست حاجی، پشمام چرا نمیمیره؟ راش نده داداش، راش نده. واه بنازم بچه. حتما اگه تا اینجای ویدیو اومدید حتما ویدیو رو لایک کنید و کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید تا به 1,000 تا برسیم. دم همتون گرم. بابا بنازم یکی از خفن ترین ویدیوهامون بشه. این ویدیو واقعا خیلی عالی میشه. خب که من الان دنبال یه DLQ هستم اسنایپر و برم کمپ کنم و ببینیم چی میشه. خب بچه اگر تا همین الان از بازی کردن من توی کال خوشیدون اومد حتما این ویدیو رو لایک کنید. دم همتون کرد. خب بچه وای بازی یه ذره لگه، نمیدونم الان چیکار کنم. خلاصه هیچ چیزی نیست و من باید باکسم رو درش پر کنم. خلاصه خب سلام شماری است. چی کار میکنی اینجا؟ بچه الان خودم هم نمیدونم چی کار میکنم. برم سوار موتورشم ببینم برم پیش جنگنده یا همون جت، شاید بتونیم با آن کارهای انجام بدیم. آقا با شماره 3 داداشمون اومدیم. خب آقا ما جنگنده رو داریم میبینیم. همین الان بریم جنگنده رو سوار شیم بریم چی کار میکنیم. بنازم آقا AK-117 رو برداریم ببینیم چی میشه. سوار جنگنده بشیم یا جت. بنازم. فقط الان بچه رانندگی میرم، خلبانی و رانندگی من رو ببینید یه لایک بزنید. دمتون گرم. زونم داشت نزدیک میشد. بنازم از توپ وارد توپ بشیم ببینیم. واو فکر کردم جنگنده الان سقوط میکنیم ولی نه، از داخل توپ رد شدیم. بنازم تو نقشه نشون میده که چند نفر هستن. خلاصه بریم ببینیم چی کار میکنیم. و اوه چرا نشد؟ وای کنم یه ماشین بود حاجی. الان من میتونم اینو بزنم. یه ماشین. وای بابا باری کلا. بنازم. واه هرچند سقوط کردیم ولی تونستیم. فکر کنم یه کمپر بود داداش، منو دید فرار کرد. بنازم بچه بنازم. چه جوری زدم؟ وای لوتش کن. وای یه کمپر اون بره. پشمام کمپر رو ندیدم. چی کار کنم آجی؟ وای کمپر رو من چه جوری ندیدم اون بر. اینجا کم کنم. سوار ماشین شیم بریم ببینیم چی میشه. میتونیم بازم کیل بیشتری دریافت کنیم یا نه. یه باتی چیزی پیدا کنیم. خب
بچه اگه تا اینجای ویدیو اومدید حتما ویدیو رو لایک کنید، چنل آپارتمون رو فالو کنید. اینجا هم بابا باریکلا بنازم یه دیلکیو عالی دریافت میکنیم و پیدا میکنیم. برو بریم ببینیم کم میتونیم بکنیم یا نه. بچه‌ها متاسفانه همینطور که میبینید من کشته شدم و خلاصه وای الان یه نفر مونده، اونم شماره 3 که واقعا بازیش خوبه، افتاده پیش کمپرا. برادرمونم حدود 6 نفر موندن از 7 نفر. برو ببینیم چند نفر چندم میشیم. بچه اگه تا اینجای ویدیو اومدید حتما این ویدیو رو لایک کنید و منتظر پارت جدید این ویدیو باشید. اگه حمایت بشه قطعا هر هفته یه ویدیو جدید داریم. خب برو بریم بای. چه خودم هم نمیدونم چیکار میکنه این داداشمون شماره 3. حتما خودتون بازیشو تا آخر ویدیو نگاه کنید ببینید چی میشه. گذشتم از همه این آدمای دور و بر منم ردیه بیار. 3-4 نفر نمیشه زد فکر کنم. انشالله که بشه نفر اول بشین. نهارم هم سرد میخورم ولی دلتنگ میشم اتفون تو گوش. اوه سواری تانک شده برادر داداش. چی میشه بچه؟ منتظر پارت جدید باشید. فعلا تا ویدیوی بعدی خداحافظ. لایک کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. فعلا خداحافظ.